بابا باریکلا. بابا خوش اومدین به کانال برقی بوی. امروز اومدیم با قرعه کشی جام جهانی. همین الان تموم شده و بچه‌ها دارن پشت حک بازی میکنن و من قرار شما ویدیو یوتیوب بگیرم بریم و گروه و حواشی قرعه کشی جام جهانی رو با هم دیگه ببینیم. بریم اول گروه ایران رو ببینیم که گروه بلژیک، ایران، مصر و نیوزلند هستش و بریم واکنش ما رو نسبت به قرعه کشی‌ها ببینیم به صورت کاملا زنده. پشتم فکر کنم دعوا شد. تقلب کردن. بله من راضیم آجی. من راضیم آجی. به به. بله. سه قندلی. حاجی مصر میاد با ما. مصر اومد با ما. من راضیم. بزن مصر دایی بزن. بزن مصر. کس خار سلام. تبریک نیوزلندیم آجی. نیوزلندیم آقا. تبریک نیوزلندیم. بزن داداش نیوزلند. تبریک نیوزلند. تبریک از 10 و بریم باقلواترین گروه جام جهانی رو ببینیم. آفریقای جنوبی، مکزیک، کره جنوبی و برنده پات مثل دانمارک، مقدونیه شمالی، جمهوری چک، جمهوری یه جایی که دیگه نمیدونم ننوشته اینجا. گروه بی هم شد کانادا برنده که احتمالا همون ایتالیا، قطر و سوئیس. گروه سی برزیل، مراکش، هایتی، اسکاتلند و گروه دی آمریکا، پاراگوئه، استرالیا و احتمالاً که از اون پلی آف سی بیاد بالا ترکیه. و گروه ای آلمان، کورسائو، ساحل عاج و اکوادور که دیگه فکر کنم آلمان خسته نشه از این گروه بخواد بیاد بالا. گروه اف هلند، ژاپن، اوکراین، سوئد، لهستان، آلبانی یکی از این تیم‌ها میاد بالا و تونس یا نتونس. خیلی جوکه. گروه جی هم که میدونین گروه وطنمونه. انشالله اگه خدا بخواد دیگه مصر رو زدیم، یعنی نیوزلند ما رو ببره، بلژیک 6 تا بزنه، تمومه دیگه. واقعا سرنگ قندلی باید خدافظی کنه. گروه اچ اسپانیا، کیپ ورد، عربستان سعودی، اوروگوئه. عربستان دیگه تمام. گروه آی فرانسه، سنگال، عراق، بولیوی، سورینام کجا؟ آی سورینام میشناسین؟ کجاست اشکان سورینام؟ بله مهمون بیجمون اشکان هستش. کجاست سورینام؟ بله خیلی هم عالی. که احتمالا از این عراق میاد بالا. و نروژ. گروه جی یا جی آرژانتین، الجزایر، اتریش و اردن. گروه پرتغال و پلی آف جمهوری دموکراتیک کنگو، جامائیکا، نیوکالدینونا. آقا اشکان بخشید نیوکالدینونا کجاست حالا که شما انقدر؟ ازبکستان و کلمبیا. و به نظر من گروه مرگ جام جهانی انگلیس، کرواسی، غنا و پاناما. و گل سرسبد ما جایزه بسیار مهم صلح فیفا که نمیدونم واقعا یه فدراسیونی که به فوتبال ربط داره چرا باید جایزه صلح بده، اونم به کی؟ قند جیگر طلا جوجه رنگیمون. And you will receive also حاشیه‌اش این بودش که شوخی و درگیری‌های کوین هارت و شکونین. No, there's another way. Go get him. There he goes. I said over him, Kevin, not under him. Play too much. It's a serious thing, man. Take it serious. It's the draw. مرسی اینکه تا اینجای ویدیو با ما بودین. نظرتون راجع به گروه ایران بگین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و دوست دارین که برنده قرعه کشی کی باشه؟ من که دوستم رونالدو یه دونه اون جام خوشگل جام جهانی رو توی قفسه افتخاراتش داشته باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.